اینم یک حکمت اینه چهلی که ابو حنیفه را صدقه خاک پاش ما و شما میگه اگر هم یک ستون به چویی را که میداشت میگفت اگر بگه همین تیلا های اثبات میکرد که تیلا های این همین قدر علم و همین قدر دانش داشت که چوب اگر تیلا میگفت اثبات میکرد که همین تیلا های یکی حضرت علی هم از همون جمله دانشمند ها بودن برادر عزیز. میگه اون قدر سختی زندگی با بالاش آمد که بار در بازار دیدنش یک همون شمشیری که در جهادهای ایستاده میبرد همون را در سودا مونده بود. میگه بلند میگو که این شمشیری هست که صدها خطر از بالای سر پیغمبر دور کردگی است. امروز مجبور شدم میفروشمش و الا من ایرا با دنیا عوض نمیکنم. میگم که از دنیا سه چیز دوست میدارم: الخدمت للضیف و الصوم بالسیف و الضرب بالسیف. سه چیز دوست میدارم: خدمت کردن برای مهمان در خدمت کردن دوست میدارم. دوم دوست میدارم که روزدار باشم و دوست میدارم که با شمشیر دشمنای خدا را آداب تیم دوست میدارم. خیلی نفری بود برادرای عزیز که از زبان نازنین پیامبرمان آمد که پگاه بیرق فتح و ظفری خیبر به دست کسی میتون کی است؟ اون نفری است که خدا را دوست میداره، خدا او را دوست میداره. این کی بوده است؟ تا سحر میگه تمام یارای پیامبر همه خواب نکردن، همه زارکی، همه خواهیش که در دست ما افتاد. میگه حضرت گفت علی ابن ابو طالب کجاست؟ این بیرق در دست همون کس داده شد. این نفری بود است که خدا را دوست می‌داشته، خدا هم دوستش می‌داشته است. همین بزرگی خدا چی میگه؟ میگه که من لم یکن عنده سنت الله و سنت رسوله و سنت اولیائه فلیس فی ید شیء. کسی سنت خدا را نداشته باشه، سنت رسول را نداشته باشه، سنت اولیاء را نداشته باشه و هیچ چیز نداره. قیل و من سنت اللهی، حضرت گفتند این سنت خدا چیه که ما باید داشته باشیم؟ گفت کتمان و سر، نگاه داشتنی سر، هرچی مخفی باشه نگاهش بدار. اگر آدم سر نگاه دارنده نباشد، یکم. دوم گفتند و من سنت رسولی، از سنت رسول چی است؟ گفت مدارات بین الناس، بین مردم با معامله بودن، با مدارا بودن، با مردم، مثال دایم با مردم بودن. این سنت رسول میگن. و گفتن و من سنت اولیایی، سنت اولیاء چی؟ گفت احتمال الاذى عن الناس، آزار و مشکلات ای بالای بنده های خدا دور کردن. این سنت اولیاء است. کسی سه چیز داشته باشه: سیر نگه دارنده باشه، با مردم معامله و با مردم داده گرفت و نفر ای مردم باشه. سیوم با بنده های خدا آزار نتد. اینجا گفت این حضرت همه چیز در دست داره. یکی از این سه چیز تو محروم باشی تو هیچی نداری. گفت فلیس فی ید شیء، تو هیچی نداری. برادر عزیز، سیر نگه داشتن. من یک از حیات حضرت ها مثال بیارم. میگه وقتی حفصه دختر حضرت عمر بیوه شد،
بعدا میگه حضرت عمر ابوبکر صدیق ملاقات کرده گفت حضرت همین دختری مرا نمیگیریم؟ ولی همین سنت است که ما دخترامون پیشکش دیدیم. اگر زمانی بد شد آخواز دختر تا که پیشکش کردی دلی مردم همین که گمانی بد پیدا شده است که میگه اگر آباد میشید من در پیشنهادش نمیدم. ای دسته گمان های بد مانند. حال آن که گمان خودش گناه است. من به خاطر خدا میگم، به خاطر سنت پیغمبر میگم که من همین خیلی دخترک دارم. بین حتی سخنی مسلمان دیگه اعتمادش نمونده. همین از چی حسابه؟ همین ریشدارای ما، حاجیای ما، مسلمانای ما ای مردم قرض گرفتن و ادا نکردن، فریب کردن، نیرنگ کردن. امروز مسلمان دیگه در مسلمان باور ندارد. در وحدت معرکه بودم. یک برادر خیست گفت که داملا همه بازار ما ده 100 تا سوداگر است. یکی در بینشان یک عروس است. مردم باراش میبره در ترازوی عروس میکشه میگه این درست میگه. نگاه کده ترازوی او ده میکشه، ترازوی مسلمان ده نمیکشه. چقدر ما برادر عزیز برای 4 تنگه حرام حلال از یک جا پیدا کردن، ببین چقدر مثال بدبختی ها در راه میتیم که یک عروسی که برادر عزیز بوی نجاست میکنه، مردم در پیش همو میره و ترازوی را باور میکنه، ترازوی مرا این است برادر عزیز. حضرت عمر میگه گفتم ابوبکر صدیق گفت چی گفت؟ گفت سأنظر فی امری. گفت که یک کارا ما بینم. هیچی نگفت. همین که گفت که یک کارا ما من ببینم. یک فکر میکنیم بعد. رفت. حضرت عمر میگه به اندازه خشمناک شدم که هیچ گفتن ندارم. میگه حضرت عثمان گفتم حضرت همین دختری من بیواش هستم میگیریم. حضرت عثمان میگه هم تا خاموش رفت چیزی نگفت. بعدا میگه در این بین یکان روزی گذشت که پیامبر خواستگاریش رفت. بعدا میگه بعدی که پیامبر اون حفصه را گرفت، برادر عزیز ابوبکر صدیق آمد گفت عمر من فهمیدم که تو بسیار خشمناک شدی، ولی من در یک محفل پیامبر از دختر تو سخن گفته بود، نخواستم که سیر آشکار کنم. پیامبر از دختر تو صحبت کرده بود که همون دختر عمر حفصه را من باید بگیرم، ولی من را نخواستم فاش کنم. چرا فاش میکنم سیر یک بنده خدا را؟ برادر عزیز ببینید چقدر آدما همین سکرت نگاه میدارن، سیر نگاه میدارن. عمر میگه گفت برادر عزیز مثال بیعدد بخشش به سوی تو که من مثال آگاهی نداشتم. حضرت عثمان هم همین را گفت. پیش اونها گفته بود از پیغمبر راز گفته است. یا برادر عزیز دم آخری پیغمبر ما ببینید وقتی که تمام زنهاش پیغمبر جمع کرد، از آن جمله فاطمه دخترش نزدیکش آورد، در گوشش چیزی گفت. حضرت گریه کردن. بعد از آن میگه باز فریاد کرد، با در گوش چیزی گفت، تبسم کرد، خندید فاطمه. هر چنده که زنهای پیامبر از آن جمله عایشه مادرمان بین پرسید فاطمه چی گفت؟ چیزی نگفت، نگاه داشت سیره. وقتی پدرش که گذشت بعدا عایشه دوید در قلبش همون بود که اون چی گفته باشد. بعد گفت فاطمه چی گفت پدر؟ انا گفت مادام پدرم گذشت اکنون به تو میگم. من در حیات این سیره نگاه داشتم. در آباد بیان کرد. او در ابتدا اول گفتم که از این روز اعتباراً دیگر همین مشکلاتی که پدری تو دارد درد سر دیگر تماما نابود میشه. من به سوی پروردگارم میرم.
میگه گریه کردم. بعد از آن گفت که اولین نفری که از نزدیکای من به من میآید تو میایی و تو سردار زنهای تمام مسلمان ها هستی. میگه خنده کردم. ببین سیر در او زمان نگاه داشت، از حیات که گذشت بعدا سیرش آشکار کرد. حاتم اصم وقتی زن پیشش در آمد برای چه حاجتی، میگه آدم ایاخینه، میگه این زن یکی به اختیار بادش بلند برآمد. حاتم اصم میگه اهمیت نداد، نگاه نکرد. این زن دیگه میگه از خجالت و چهرهش ترشیدن یک لحظه خاموش ایستاد. حاتم اصلا هم چیزی نمیگه. بعد از آن این زن دید که چیزی نمیگه، بعد گفت انا حضرت گفت ما پیش تو خدمت آمدیم. حاتم اصلا شنوا بود، گفت بلند بگو که نمیشنوم، تا همو عیبی همو بین، تا سیری همو آشکار نشود. ای گفت خدا را شکر که این کار بدهی نشنید آوازی بادی مورا. میگه از بین میگه از 15 سالم زیاد گذشت تا وقتی که همون زنک زنده بود. حاتم همین لقب اسم یعنی کری را به همون خاطر در خودش گذاشت. وقتی همین زن که گذشت حضرت با گوشاش همون شنوای بودگیش اعلام کرد. سیرا را چخیل پنهان می‌داشتن، نگاه می‌داشتن. حضرت انس میگه کودک بودم، پیامبر فریادم کرد. این را ثابت روایت میکنه. میگه که فریادم کردم، در یک کار سپارشم داد، رفتم اجرا کردم، خانه من آمد. خانه آمدم، مادرم گفت چرا دیر کرد، چرا اینقدر دیر آمدی؟ میگه گفتم پیامبر پای یک کار گرفته کن. میگه گفت که چی کار بود؟ گفتم ما را گفته نمیتونم، این سیره. مادرش میگه مادر مسلمان که بود، گفت بچه‌م سیری پیامبر دویم نگاه بدار. بعد ثابت که راوی این حدیث است، گفت که ثابت اگر با کسی این سیره میگفتم هر آینه به تو میگفتم ولی نمیگفتم. یکی ما برادر عزیز یک عیب یک برادر را بینیم، کم بود یک برادر را بینیم، باور کنین او را سلسطیا میکنیم، او را چک چک میزنیم که تا او آدم خجالت دماییم، شرمندش کنیم. یک بدبختی ما از برادر عزیز. این سنت خدا همی است، سیری آدم نگاه می‌دارد. در دوره حضرت موسی برادر عزیز آسمان نبارید، حضرت موسی مناجات کرد، او پروردگارا خیلی خاطر همه بنده ها تا ندیدی، آخه همه پرنده و چرنده همه هلاک شده استند، آب باران در کار. میگه خدا گفت که در بین شما یک نفر زیناکار است، تا اگر همون آدم خودش آشکار نکنه باران نمیآید. حضرت موسی تمام مردم را بیرون کرد، گفت پروردگارم هم تا میگن کی از همون بدبخت بیرون شود؟ این آدم بعد قلبش چی گفت؟ گفت پروردگارم قسم به بزرگیت، ای الله مهربان در بین همین بنده ها شرمندم نکن. از همین روز اعتبارا هیچ وقت من پای در گناه نمیگذارم. حقیقتا من روسیایم، حقیقتا من بدبختم. یک دم بود میگه که همین بالای آسمان ابر گرفت و باران به اندازه باریدن گرفت. حضرت موسی گفت پروردگارا این چه حکمت دارد؟ آخه ما نه زیناکار شناختیم نه زیناکار دانستیم. و کی بود؟ خدا گفت وقتی زنا کرد من سیرش پوشانیدم، اگه توبه کرده الحال میگو. ما نمیگیم گفت زمان زنا کرد نامش نگرفتیم، امروز که توبه کرده است ما سیری را آشکار بکنیم. سیر نگاه داشتن برادر عزیز این سنت خدا است، سنت رسول مدارای بین مردم، با مردم شدن در کار، با مردم مثال مدارا کردن در کار، مردم احترام گذاشتن در کار، مردم دوست داشتن در کار، مردم ناپسندی کردن در کار نیست. و دیگر چی بود؟ آزار از بالای بنده های خدا دور کردن. همین آزار هم که ای بالای سر ما کسی دور کنه این سنت اولیاها است. حالا معدن حال در قصه میاره، میگه پدر را یک شب او دید در خواب. برای ابوبکر براک
پدر را یک شب او دید در خواب، پریشان حال بین جمعی احباب. بگفت ای پدر چون است حالت، چرا زرد است گلگونی جمالت؟ بگفت صعب شد کار ای جگربند، همان دم که جدا شد بند از بند. ندا آمد چی آوردی به درگاه، چی داری از عبادت تو شیرا؟ ابوبکر وراقی را میگن چیزی را که از این قول حکیمانه بزرگ خدا گفتیم، خداوند توفیق عمل کردن ما و شما نصیب کنه. آمین یا رب.